گیاهزاده عزیز قادر و مطرابیان سعادتشاه قاسمزاده وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بازدید کاری را از جماعت دهات علیچور ناحیه مرغاب آغاز نمودند. در رفت ملاقات با ساکنان وادی علیچور عاید دورنمای رشد ناحیه تبادل نظر کرده شده قید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت رشد بیمیلان این منطقه دوردست کشور توجه خاص ظاهر نموده با مقصد رسیدگی به مشکلات ساکنان این منطقه بلنکه ضرور شماریدند که گروه کاری را به این منطقه سفربر نموده با وضع زندگی مردم از نزدیک آشنایی پیدا نمایند. گیاهزاده عزیز قادر و مطرابیان سعادتشاه قاسمزاده وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس نوی کووید 19 که جهان را به بحران مالیوی و تلفات جانی روبرو ساخت سخن نموده افزودند که محض توسط سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از روز به قید گرفته شدن این بیماری در کشور چاره‌های عملی عاید مبارزه و پیشگیری از این بیماری روی دست گرفته شده. خوشبختانه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در این مدت در جمهوری تاجیکستان تمام شرایط و امکانات برای معالجه رایگان گرفتاران این بیماری عملی گردیده با تلفات کم موج یکم این بیماری پس سر شد. همچنین گروه کاری با وضع مؤسسه های تعلیم و حفظ و صحت جماعت دهات علیچور از نزدیک آشنا گردیده معلوم گردید که مرکز سلامتی دهات علیچور ناحیه مرغاب و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به زمستان سرد امساله با آمادگی جدی تیاری دیده امروز مؤسسه های طبابتی و تعلیمی با مواد سوزشواری انگشت سنگ و هیزم به قدر کافی تامین می باشند. بعد بازدید از وادی علیچور وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مرکز ناحیه شهرک مرغاب سفر نمودند. در مرکز ناحیه وخوری صمیمی ساکنان منطقه بلندکوه ناحیه مرغاب با وکیلان مجلس نمایندگان در تالار جماعت شهرک مرغاب دایر گردید. رئیس ناحیه مرغاب عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجبزاده حسنیه حکومتشاه تشریف مهمانان را به این منطقه بلندکوه کشور خیر مقدم گفته تاکید داشت که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم ناحیه مرغاب را در مرکز توجه خود قرار داده است. با مقصد تامین اهالی ناحیه با نیروی برق که محض با تشبث و دستگیری‌های دائمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عملی گردید بنیاد نیروگاه تاجیکستان در ناحیه مرغاب که در اساس طرح معاصر ساحه انرژتیک ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است یادآوری شد. بر ضمن این تیر ماه سال جاری کلانترین نیروگاه آفتابی در آسیای مرکزی محض در ناحیه مرغاب به استفاده داده شد که امروز ساکنان مرکز ناحیه از برق خوشصفت تامین می باشند. وکیلان مجلس نمایندگان در رفت وخوری اینچنین دیگر مسئله های وابسته به بهبودی بخشیدن حیات ساکنان ناحیه تبادل نظر نمودند.